سلام دوستان، خوش آمدید بر یک درس دیگری از HTML. در این درس ما می‌خواستیم با شما دوامی تگ ها را بیاموزیم. در درس پیشتر ما یک قسم از تگ ها را نگاه کردیم، آموختیم و با آنها وظیفه انجام دادیم. در این درس نیز می‌آموزیم و بعد وظیفه انجام میدیم. تگ اولینی که در این درس ما می‌خواستیم بیاموزیم تگی ب می باشد. نه با حرف معنی نباید. تگی ب تگ ب می باشد. برای چی نیاز است تگ ب؟ من بعد نوشتن یک مثال به شما میفهمونم. مثلا ما داریم یک پاراگراف که نوشته است نام من کد نویس مثلا، و ما میخوایم که نام ما کمی با نوشت سه رنگ تر باشه. برای این ما میتوانیم از تگ ب استفاده بریم. مثلا خیلی شما ببینید نوشته ما فرق دارد از جمله ساده ما. کمی نوشته سه رنگ تا اینکه فرق بین کلمه های ما باشد. و اساسا برای نوشتن یعنی رنگ زیادتر در بین دیگر کلمه ها باشد تا اینکه در چشم بهتر نمایان گردد، برای همین استفاده می شود. میگذاریم بر دیم HTML تگی که در این درس ما میخوایم نگاه کنیم. این تگی strong می باشد. strong نیز به مانند تگ bold می باشد، یعنی تگ ب. تگ ب از کلمه انگلیسی bold گرفته شده است اساسا، یعنی اینکه سه رنگ نوشت. و strong نیز به مانند تگ bold می باشد. کار تگ bold را خواهد کرد. چقدر شما ببینید کد نویس نوشتی سه رنگ، هر دوی آنها یک چیز را انجام میدهند، ولی وقتی استفاده بردن کمی فرقیت دارن بین آنها. فرقیتشون قاعدوی می باشد، نه اینکه نمایانی باشد که ما فهمیم این استرانگ است یا اینکه تگی ب. فقط وقتی که این را استفاده برن اگه کس کاری ما را دید و می فهمد که این وقتی استرانگ استفاده برده شد یعنی اینکه این قسم جمله ما مهم است، یعنی اینکه ما این قسم جمله ما در بین جمله های دیگر مهم است و باید این خط دانسته شود، مثلا به خاطر گرفته شود. و برای همه استفاده بریم چقدر که شما میبینید ما میگیریم عوض میکنیم تگ بالدمان را به چی؟ و strong، تو اینکه ببینیم مثلا در قسم جمله که ما داریم نام من کد نویس، قسم کد نویس برای ما مهم است. برای همون چیکار میکنیم؟ تگ استرانگ را استفاده میبریم. شما در جای خواستید بعد از مرور زمان شما میفهمید که در جای استفاده برین. در این حال دانید که فقط برای چیزهایی که مهم معین کردن ما استرانگ را استفاده میبریم. بعدتر با بسیارتر استفاده میبریم. دیگری HTML تگی که ما میخواستیم در این درس نگاه کنیم این تگ ای می باشد. از کلمه انگلیسی ایتالی گرفته شده است. برای چی نیاز هستیم؟ مثلا یک قسمی کد را مثلا تعریف کردنیم. من از تکست های خود میگیرم کمی از متن خود را. مثلا ما یک جمله با یک پاراگرافی داریم که از چی عبارت است؟ مثلا ماتماتیکا از یونانی ماتماتیکا دانش علم مثلا گرفته شده است. و وقتی که ما میخواهیم تاکید مثلا تعریف کنیم، مثلا قاعده را با مردم تعریف کنیم، برای این چی استفاده میتونیم کنیم؟ از ایتالیک استفاده بریم. HTML تگ ایتالیک در بین وی میگذاریم. چقدر شما میبینید نوشتی کج میشود جمله ما، تا که ما فهمیم این قاعده است مثلا،
یا اینکه در استفاده بردن یگام چیزهای دیگر رو ما مثلا تعریف کردن باشه، ما میتوانیم از HTML تگ ای استفاده بریم. HTML تگ ای با مانند HTML تگ B با خود یک HTML تگ مانند دیگر دارد که و با نوشتن M یعنی که از کلمه انگلیسی emphasized گرفته شده است، برای معین کردن متن‌های تأکیدی، مثلا یگام بین جمله های ما یک متن تأکیدی وجود دارد که ما میخوایم در اون به مردم تاکید، مثلا می نویسیم که این جمله ما تأکیدی می باشد و نقطه. این جمله ما تأکیدی می باشد. ما چیکار کردیم؟ ما نویسیم که یک جمله چقدر شما میبینید طرز نوشتش کج و مانند HTML تگ ای، ولی کمی از روی قاعده فرق میکنه وقتی استفاده برشون. این در وقت متن را تاکید کردن و HTML تگ ای در وقت تعریف کردن. و دیگر HTML تگی در این درس محتوی ما HTML تگ small میشه. small برای چیست؟ مثلا یک پاراگراف داریم با نام hello، عربی نمیتون برای چی عربی است، نمجه است برایم. hello from codenavis. مثلا در بین جمله ما چه شما ببینید، ما میخوام که کلمه کدنویس با طرز نوشتی خودتر نظر بر نوشتی hello from باشد. برای همین استفاده بودن از تگ small در بین تگ small کدنویس می‌نویسیم. چقدر شما ببینید که کدنویس نظر به hello from خودتر میباشد از روی رزمیر. و دیگر چیزی که ما میخواهیم در این درس بیاموزیم HTML تگ مارک میباشد. HTML تگ مارک برای چیست؟ HTML مارک برای رنگ کردن یگان کلمات. مثلا وقتی ما در اگر حیات خود نگاه کنیم، یگان کتاب رو خونده استادیم و بعضی از لغت ها رو میخوایم به خاطر گیریم، برای ما مهم است در قسمی از جمله. ما چیکار میکنیم؟ با همراه فلاماستر همون قسم جمله رو خط میکشیم، رنگ میکنیم. در این وبسایت نیز صفحه ها نیز استفاده بردن تگ مارک برای همین کار است. مثلا یک قسم از جمله رو رنگ کردن از قسم دیگر، یا اینکه یک کلمه رو برای همین ها استفاده میبریم. در درس های دیگر خوبتر اینها رو استفاده میبریم حتما، و در این حال دانید انجام دهید کافی است. یک HTML تگ دیگر با نام دل. از من جمله را اول گذارم. در جمله ریاضی در زندگی لازم نیست. این کلمه اساسا، این جمله اساسا نادرست است. ما همیشه ریاضی را نیاز داریم. مثلا یک در وب صفحه‌مون ما هم چنین جمله داریم و اگر ما خواهیم که این کار کنیم که ریاضی در زندگی لازم نیست، ما چیکار کرده میتونیم؟ این قسم جمله رو گرفته در درون تگ دل از کلمه انگلیسی دلیت گرفته شده میگذاریم. چقدر شما میبینید در روی اون یک خط رفته ایستاده است، یعنی این کار کردیم که این چیز نادرست است. چقدر شما میبینید زیباتر شد، فهمتر. جمله ریاضی در زندگی لازم نیست نادرست است. ما همیشه ریاضی رو نیاز داریم. دیگر HTML تگ اینس می باشد. در این قسم کد اینس برای چیست؟ اینس طرز نوشت شما نشون میدم. اینس و برای چیست اینس؟ برای مثلا ما برای دلیت گرفتیم، این کار کردیم که این جمله نادرست است
ولی ما میخوایم این جمله رو تاکید کنیم که این جمله درست است و در زیر اون یک خط بکشیم. برای خط کشیدن ما چیکار کردیم؟ این قسم جمله رو گرفته در درون تگ چی اینس می نویسیم و چی ما همیشه ریاضی رو نیاز داریم با وجود می آید. در زیرش یک خط با وجود می آید. دو تگ دیگر در این درس HTML تگ نگاه می‌نماییم و بعد چی کار خود را به پایان رسانیم. مثلا اگر که شما کتاب های ادبیات را نگاه کرده باشید، در آن وقتی که مثلا hello from کد نویس باشد، مثلا جمله ما hello from کد نویس در کتاب ادبیات یکم موضوع رفته شده است، مثلا در آنجا یک کلمه با مانند هنزل با وجود میآید. شما اگر هنزل را ندانید، در آنجا یک اشاره رقم 1 مثلا کرده است که از پایان شما دیده میتوانید کدام لغت است، لغت رقم و جواب آن را چه بودنش را. در اینجا چی خیلی ما استفاده بردن میتوانیم همین را که یک در زیر باشه. برای این رو استفاده کردن ما از HTML تگی چی ساب استفاده میبریم. ساب که از کلمه انگلیسی سابسکریپت گرفته شده است. یک را در اینجا میگذاریم. خیلی شما میبینید زیر نویس شد کد نویس یک و در زیر بعد ما میتوانیم یک جمله اساسی نویسیم یک چی نامی کانال، یعنی هر کس که hello from کدنویس را خواند و گفت کدنویس چی باشد، یکم لغت را زیر نگاه میکند چی این نامی کانال است. بسیار زیبا. من فکر میکنم در چیزهای مهم شما دارید میآموزید و بسیار در کار میشود برای شما اگر که یک وبسایت خواهید برای خود سازید. دیگر چیز که مثلا ما یک جمله داریم، جمله نه یک مثال متمتیکی داریم که مثلا 2 در درجه 2 باشد. اگر من درجه را فقط همکنون پروست در درجه می‌نویسم، در درجه 2 برابر چند 4. اگر که ما خواهیم در درجه گیریم، مثلا با کلمه ننویسیم، چی را استفاده بوده میتونیم؟ از HTML تگی ساب. HTML تگی ساب با ما چیکار میکنه؟ کمک میرساند که تا اینکه این کار رو انجام دهیم. چقدر شما میبینید د در درجه 2 شید. 2 در درجه 2 برابر چه؟ مثلا اگر در وبسایت فهمون ما یکم مثال های متمتیکی داشته باشیم یا که یکم چیزهای دیگری که در درجه گرفتن در کار است، ما با استفاده از HTML تگ ساب این کار را انجام میدهیم. میگذاریم بر قسم وظیفه‌ای که شما باید انجام دهید و بعد باز آمده وظیفه را یک جا انجام میدهیم. میرویم. چه خیلی که شما میبینید وظیفه‌ای که شما باید انجام دهید یک وبسایت به مانند این سازید. مثلا متمتیکا و در اینجا یک رقم 1 گذاشته است، یعنی اینکه کلمه این فهمایی است در زیر چی فهمون داشته است درباره چی بودن این کلمه را. و کلمه متمتیکا با فلامستر خط کشیده است، یعنی برای ما مهم است این کلمه. متمتیکا یا ریاضیات علم است درباره مناسبت های مقداری. مقداری یک کلمه مهم است در این جمله و شکل های فضایی. این دو کلمه در جمله ما مهمند، برای همین که شما به خاطر بیارید کدام HTML تگ رو برای کلمه های مهم استفاده می بردیم و چیکار کنید؟ نویسید در اینجا استفاده باید. اگر که انجام داده وظیفه رو بعد باز با همراه تماشا کنید تا اینکه انجام دهیم. حالا واقعی است در اینجا بعد یک جمله تأکیدی، یعنی که متن تأکیدی داریم که برای کار کردن مثال های ریاضی شما باید رقم ها رو دانید. یک جمله تأکیدی می باشه، ما تأکید کرده شدیم.
دیگر جمله که داریم این رو با هم در وقت آموزش انجام داده بودیم. شما نیاز دارید یک بار دیگر این را از فکر خود انجام دهیم. دیگر خطی که داریم معنای کلمه متمتیکه را فهمیده استفاده در اینجا و با استفاده از چی؟ با استفاده از متنی تأکیدی تعریف کردن. HTML تگی که تعریف کردن رو چیکار میکرد و ما بیان میکرد استفاده میبریم. باور دارم که با مانند وظیفه که در درس پیش کرده بودیم شما خوب انجام میدهید این چیزا رو. امیدوارم که همه خوب درست انجام دادن و نگذاریم یک بار دیگر با هم دیگر وظیفه رو انجام دادن. در یکم خطی که جمله ما بود چی بود؟ جمله متمتیکه و رقمی در این پاراگراف در این پاراگراف گرفته شده است چی؟ متمتیکه یا ریاضیات علم است درباره متمتیکه نوشته و ما خواستیم که معنای متمتیکه از کجا گرفته شده را چیکار کنیم؟ بیان کنیم. برای همین یک رقم یک گذاشتیم که از قسم لغت ها باید رفته اونها رقم یک را یابند تا اینکه مضمون متمتیکه را فهمند و اون رو چیکار کرده بودیم؟ در زیرنویس استفاده بودیم. زیرنویس رو ما با همراه تگ چی گفته بودیم میکنیم؟ سب یعنی که سابسکریپت یک. چقدر که شما ببینید اولین کار رو ما انجام دادیم و بعد متمتیکه رو ما چیکار کرده بودیم؟ با نوشت فلامستری رنگ کرده شده نوشته بودیم که با انجام استفاده برای تگ مارک می باشه. مارک چقدر شما ببینید دو عمل رو ما انجام دادیم. میگذاریم بر قسمی چی؟ ما باید مقدار و شکل های فضایی رو یک متنی مهمی جمله ما بود باید آنها را با مانند مهم سرنگ میکردیم. میگیریم کلمه مقدار را در درون چی؟ تگی برای استفاده بودن متنهای مهم strong. کلمه strong رو میمونیم. خیلی شما میبینید چی شد؟ طرز نوشتش سرنگ درش و باز کلمه شکل های فضایی در درون strong نوشتیم. چقدر شما میبینید همه با خوبی رفته شده است. امیدوارم که شما نیز به مانندی من کرده بودید. در این جمله دیگر چیزی نبود. میگذاریم بر جمله دیگری. در این جمله یک جمله تأکیدی داشتیم که از این تکست ها عبارت بود. پاراگراف برای کار کردن مثال های ریاضی شما باید رقم ها را دانید. ما میخوایم این کلمه را چی تأکیدی کنیم؟ استفاده بریم از HTML تگی M در درون میگذاریم چی؟ یعنی اینکه ما تأکید کرده استفاده در این کلمه همون. میگذاریم بر چی؟ قسمی خط دیگری کدوم. در این خط ما چی داشتیم؟ جمله ای که میگفت ریاضی نمهم است. کسانی که میگن در زندگی لازم نیست و این نادرست است. گرفته در درون تگی پی می نویسیم پاراگراف. در درون تگی پی جمله خود را می نویسیم و برای خط زدن در روی این کلمه جمله چیکار میکنیم؟ این قسم جمله تگی دلیت رو استفاده میبریم. ما میگذاریم تگی دلیت چقدر میبینید شما خط زده شد و در اینجا میخواستیم در زیرش یک خط کشیم. برای استفاده بودن از HTML تگ اینس چیکار میکردیم؟ استفاده میبردیم. چقدر شما ببینید همه درست رفته استفاده است. در خط دیگر قاعده کلمه
متیماتیکا نوشته شده است که چیکار کردیم برای تعریف کردن استفاده از HTML تگ ایمی بردیم، یعنی تعریف کرده شده از یونانی متیماتیکا، یعنی دانش علم گرفته شده است. ما وظیفه را با هم دیگر انجام دادیم. امیدوارم که همه چیز با شما فهمه بود. اگر نفهمیده باشه در زیر نویسید، ما حتما به شما جواب بدیم. و یک چیز دیگر را میخواستم فهمونم برای کسانی که کمی نادرست فهمیده، در اول درس من نفهمیدم این چیز را. برای استفاده بردن و نوشتن کد در زبان HTML شما نیاز ندارید که رفته از یک اونجا HTML اسکچ کنین یا که دیگر در لوبای کامپیوتر شما میتوانید به استناسخه HTML کد نویسید. HTML در کامپیوترها همیشه هست و وقتی شما کد رو می‌نویسید کامپیوتر میفهمد، براوزر وی رو میفهمد که شما HTML کد نوشته و بعد یک چیز دیگر را خواهم گفت که برای کد نوشتن HTML شما نیاز ندارید که برنامه ویژوال استودیو کد رو استفاده برید. شما میتوانید با واسطه استفاده بردن یک مثلا یک بلک نوت چیکار کنید، نوت پد بلک نوت کد رو نویسید در اینجا و چیکار کنید در HTML در وب صفحه نشان دهید. ما زیر به شما یک بار نشان میدیم که برای اینکه بلک نوت رو در همه کامپیوترها هست و هیچ کس نیاز ندارد برای اسکچر کردن و همین کد رو میگیریم در درون اینجا میگذاریم و برای ثبت کردن ما از چیز استفاده میبریم. مثلا تست نقطه HTML سخرانی و وقتی من در پاپکای خود میبیایم چقدر شما بینید تست نقطه HTML اوژه پیدا شد. وقتی من دوباره بازش کنم شما بینید متن ما پیدا شد. نیاز نداشتیم که یگان برنامه ویژوال استودیو، فقط ویژوال استودیو یک کمی خوبی دارد که بعضی فونکسیون خوب وارد کرده شده است. باز در درس های دیگر من خوبتر میفهمونم درباره و با همین درس ما را به پایان میرسونیم تا درس دیگر. خدا نگهدار.